عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه و تعالی قبول کننده عبادات است. الله سبحانه و تعالی قبول کننده استغفارات است. الله سبحانه و تعالی عبادات را موردی درگاه خودش قبول می‌فرماید زمانی که عبادات خالص باشد. اگر عبادات خالص نباشد مورد قبولیت درگاه پروردگار نمی‌گردد. الله سبحانه و تعالی را باید دعا کرد، باید تضرع کرد که خداوند عبادات را قبول بفرماید. اگر الله سبحانه و تعالی عبادات را قبول نفرماید، چی 20 سال و چی 70 سال و چی 100 سال اگر عبادت کرده باشی همه اونها هباء منثورا میگردد، همه اونها بیکار میگردد، همه اونها بیکار میگردد زمانی که در عبادات اخلاص نباشد. پس الله سبحانه و تعالی همون عبادتی را میپذیرد که اون عبادت خالص باشد، خالص برای الله سبحانه و تعالی. ان صلاتي و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز برای الله است، رکوع برای الله است، سجود برای الله است، تسبیح برای الله است. هر یک امور عبادات باید به خاطر برای رضای الله سبحانه و تعالی باشد. برای همین خاطر بعد از نمازها من و شما دعا میکنیم که پروردگارا ربنا تقبل منا هذه الصلاة العشاء. پروردگارا همین نماز عشای خواندگی ما را به درگاه خودت قبول بفرما. با چی؟ مع جمیع نقصاناتها. پروردگارا رکوع را اون طوری که باید رکوع میکردیم ما رکوع نکردیم، اون طوری که باید سجده میکردیم اون طور ما سجده نکردیم، اون طوری که تو را حمد و ثنا باید گفت ما اون طور تو را حمد و ثنا گفتن نتانستیم. پروردگار این نماز پر نقصانات ما را به درگاهت قبول بفرما. ولا تضرب بها وجوهنا. مشکل همین است که خدایا مبادا این که همین نمازی که ما خواندیم یا 50 سال عمری که من در عبادت تو مشغول بودم مبادا اینها را بر روی من برگردانی بزنی بگویی که بنده عبادت تو را من مورد قبول خودم قرار ندادم. پس عبادات قبول میگردد زمانی که در عبادات اخلاص باشد. اگر اخلاص نباشد والله به درد نمیخورد، به درد نمیخورد. الله سبحانه و تعالی همیشه به نظر همون دیلی که در اون دیل فقط اخلاص است نظر رحمت پروردگار همون جاست. درگاه پروردگار قابلیت را نمیپذیرد، مقبولیت را قبول میکند. قابلیت چی هست؟ قابلیت این است که یک انسان در نماز چنان میستد که در تنهایی چنان نمیستد. این قابل نشان دادن است. در حالتی که الله سبحانه و تعالی درگاه پروردگار مقبول بودن شرط است. عملی اندک باشد اما اخلاص باشد بهتر از هزارها عباداتی که در اون عبادات اخلاص نباشد. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. باید در عبادات خالص برای الله سبحانه و تعالی باشد. حتی نشستنی که می نشینیم با همدیگر اینم به خاطر الله سبحانه و تعالی هست. وگرنه اکثریت ما و شما با همدیگر قرابت نداریم. قرابت ایمانی داریم اما قرابت نسلی نداریم، قرابت حسبی نداریم، اما قرابت ایمانی داریم. به خاطر ایمان به خاطر الله همدیگر رو احترام میکنیم و همدیگر رو احترام کردن هم اینم نشانه ایمانداری هست. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. کسی به خاطر الله دوست بدارد، به خاطر الله بد ببیند، به خاطر الله بدهد، به خاطر الله منع کند،
این نشانه کمال ایمانداری است. پس اخلاص در عبادات، اخلاص در معاشرات، اخلاص در تمام امور زندگی فقط باید اخلاص باشد. حتی الله سبحانه و تعالی آخران لحظه حیاتی بنده اش را نگاه میکند که در اونجا اخلاص و امید به رحمت پروردگار هست یا نیست. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برای همین خاطر فرمونه که انما الاعمال بالخواتم، انما الاعمال بالخواتم. الله سبحانه و تعالی انتهای کار نگاه میکند، انتهای کار. بزرگان دعا میکردن که عاقبت کار به خیر، ایمان به سلامت. الله سبحانه و تعالی همیشه لحظات آخرانی نفس بنده اش نگاه میکند که آیا در اون لحظات امید به سوی پروردگار دارد یا ندارد. امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث را روایت میکند. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برای اصحابش و برای من و شما یک قصه جوانی را یادآوری میکند که در بنی اسرائیل مردی بود به نام کیفل. مردی بود به نام کیفل. کیفل اندک ثروت داشت، اندک مالدار بود، اما هر روز کارش شراب نوشیدن و زنا کردن بود. هر روز به خانه خودش یک زن بیگانه را قبول میکرد در برابر 4 دینار. هر روز کارش همین بود. یک روز زنی را قبول کرد، خواست که به اون همون کاری بد را انجام بدهد، اما قبل از این که همون کاری بد را انجام بدهد نگاه کرد که اون زن اشکش میریزد، گریه میکند و بدنش میلرزد. گفت زن برای چی گریه میکنی؟ من یک زن عفیفه و پاکدامن هستم، من زنی بدکاره نیستم، اما گرسنگی مرا به همین حالت آورده است، گرسنگی مرا به همین کار آورده است، گرسنگی مرا به همین آدار مجبور کرده است، وگرنه گفت من زنی بدکاره نیستم. ببین حضرت رسول صلی الله علیه و سلم همیشه از خداوند از تنگ دستی پناه می بردن، از فاقگی پناه می بردن، از اینکه دستت کم باشد، رزقت کم باشد، از اینکه محتاج دیگران بشوی. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم پناه می بردن و دعا می کردن که اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر و غلبت الدین و قهر الرجال. پروردگار من پناه می برم به تو از این که مبادا در نصف حیات عمرم کافر بشم، از ایمان برگردم، مبادا این که شیطان فریبم بکند، مغرور سجده و عبادت هم بشم و همین خاطر از رحمت پروردگار دور باشم. و اعوذ بک من الفقر، پروردگار پناه میبرم من به تو از چی؟ از فاقگی، از تنگ دستی، از این که من محتاج نام بشم. این زن عفیفه و پاکدامن گفت که کیفل، من یک زنه که پاکدامن عفیفه هستم، من زنه که بدکاره نیستم، اما همین گرسنگی مرا به اینجا رسانیده است. گفت به همین خاطر؟ گفت بله. گفت به خاطری که ترس خدا در وجود است؟ گفت بله. کیفل در حال از ته دیلش توبه کرد که توبه او را فقط الله میداند و خودش. زن را گفت که هر چی که دارم بگی بره. شارحین حدیث میگویند که 4000 دینارش داد. 4000 دینار میدونی چقدر پول است؟ دادش، گندمش داد، نانهایش داد، گفت بگی بره هر چی که دارم. گفت این ماجرا بین من و بین الله و بین تو باقی بماند تمام. زن برآمده رفت، اما کیفل از ته دل که توبه به سوی پروردگار که کرد، اصل توبه همین است که بازگشتن به سوی پروردگار. و برای بازگشتن به سوی پروردگار شرط نیست که دیگران ببینن، همین که از ته دلت که توبه که کرده الله سبحانه و تعالی نظر به دلها میکند. همین که توبه که کرده الله سبحانه و تعالی تواب الرحیم است. فورا الله سبحانه و تعالی توبه او را پذیرفت. اینجا کیفل توبه کرد،
اینجا حضرت عزرائیل علیه السلام فرود اومد السلام علیکم. حضرت عزرائیل علیه السلام فورا در خانه او را کوبید السلام علیکم. کیفل اینجا توبه کرد، اینجا مرگش فرا رسید. جانش حضرت عزرائیل علیه السلام گرفت و رفت، در حالتی که کیفل مردی بدکاره، مرد شرابی بود، مرد زانی بود. مردمان سحر روز خیستن نگاه کردن که بالای در خانه کیفل نوشته شدگی است که ان الله قد غفر الکیفل، پروردگار کیفل را مغفرت کرد، در حالتی که کیفل را همه میشناختن که مرد شرابی هست. الله سبحانه و تعالی همیشه به دلها نگاه میکند، به دلها نگاه میکند که انتهای کار چی مهم است. حضرت مولا فرمودن که انما الاعمال بالخواتم، الله انتهای کار را نگاه میکند.